بسم المقام العظمی از سوسمار و الموزمار و روح الشیطان الخمینی که قده تو سرش داشت بی شرف. امروز میخوام براتون در باب گناه صحبت کنم. خوب گوشاتون رو باز کنید، حواستون به من باشه. اینطوری هم مثل بز به من نگاه نکنید، خوب میدونید چی دارم میگم. بله، و اما مقوله گناه در مکتب ولایی واسه خودش سلسله مراتبی داره. یه سری هستن که کمربند مشکی گناه رو دارن، یعنی گناهندودن، مثل مقام عظمی و امام. یک سری هم هستن که گناه زادن، مثل آسید مجتبی و حاج احمد آقای خمینی. گوش میکنید؟ یعنی همچین با گناه حال میکنن. یک سری هم هستن که گناه در میارن، یعنی مثل ما آخوندا که شما اسکلا از ما پیروی میکنید. یه نگاه به قیافه خودتون بندازید، آخه اینم قیافه است که شما دارید. انگار دارید در به در ته بالا میکنید که بگناهید. کلا گناه پارتی این نظام. حالا در یک کلام گناه در نظام ولایی چیز توپیه. آی بز بچه، چرا گوش نمی کنی؟ چی؟ گوش کردی؟ خب بگو ببینم چی گفتم؟ چرا حرف مف میزنی؟ من کی گفتم امام پوشک نداشت؟ میام اونجا میزنم دهنتو پر کا میکنم برا من شروور تفت نده. گفتم شروور یاد این حسین سلامی چاخان افتادم. ای خالی بنده، ای خالی بنده. بذار یه خاطره ازش براتون بگم. همین حسین سلامی رفته بود جبهه، RPG رو گذاشته بود رو دوشش ولی برعکس. شلیک میکنه، تمام گردان خودی رو آش و لاش میکنه. بعد برای اینکه کم نیاره ضایع نشه میگه ببینید وقتی خودیا رو اینطوری لتو پار کرد، پس با دشمن ولایت چی کار کرده. یعنی یه همچین جونوری این خالی بند. حالا هم که شده فرمانده سپاه، البته بعد از لیست تروریستی، ولی به قولی تمساح رو هر وقت عذاب بگیری چی کارت میکنه؟ جرت میده. گفتم تمساح یاد شترمرغ افتادم. اصلا از اسمش هم معلومه که این حیوان میخواد مسخره بازی در بیاره. معلوم نیست شتره یا مرغه. درست مثل مقام عظمی که هم ولی فقیه، هم سواد نداره، هم رهبر مستضعفین جهانه، هم میلیاردی دلار پارو میکنه. یعنی حیوان پیش مقام عظمی کم میاره. اوش گوساله، دارم واسه تو صحبت میکنم سپتیک قبر امامو که خالی نمیکنم. گوش کن یه چیزی یاد بگیری بدبخت. فردا که مردم ریختن چپاق هممونو چاق کردن، این چیزا به دردت میخوره. یه 2 تا فوش به مقام عظمی میدی، همین چیزها رو ازش رو میکنی. چی؟ این کاره نیستی؟ بمیر بابا، واسه من دیگه نیا. هممون این کاره ایم. 7 جد و آباد مقام عظمی با امام رو قشنگ رنگی میکنی. آره اینطوری هست. و السلام علیکم و علیکم السلام. احوال شما خوبه؟ خسته نباشید. بفرمایید.